سلام دوستان، ایام به کام. امیدوارم که خوب باشید. قبل از اینکه در مورد موضوع آموزشی امروز بخوام شروع به صحبت بکنم، تشکر کنم بابت کامنت های بسیار مثبتتون و فیدبک های بسیار مثبتتون بابت ویدیوی قبلی و ممنونی که ما رو سابسکرایب کردید و لایک کردید و امیدوارم که این ویدیو هم به عنوان یک ویدیو آموزشی به شما کمک بکنه تا راهکارهایی رو در جهت بهبود روابط شخصی و رشد شخصیتون در زندگیتون به کار ببرید. اما علت این که این موضوع رو انتخاب کردم به این خاطر هست که این مسئله و این مشکل یک مشکل همه‌گیر هست و حداقل همه آدم ها یک بار در زندگیشون با این موضوع برخورد کردن و حتی اگر به جلسه درمان هم نیومده باشن با آدم های زیادی در مورد اون مشکل صحبت کرده باشن. و اخیراً یک خانومی رو که 5 سال از سابقه زندگی زناشوییش میگذره و ازدواج کرده به جلسه درمان مراجعه کرده که برای بحث اون اصول اخلاقی رازداری، خب ما اسمی رو اینجا نمیبریم ولی تجربیات شخصی اونها شاید برای شما هم که دچار این مشکل باشید شاید کمکی باشه، راهگشا باشه که بدونید تنها نیستید و افراد بسیار زیادی هستن که حتی موضوعاتشون رو در میون نمیذارن. این خانم با شجاعت در جلسه درمان عنوان میکنه که از ازدواجش و از زندگی زناشوییش به لحاظ انتخاب شخصی رو که به عنوان همسرش هست خیلی رضایت داره. وقتی که جویا شدم ازش که پس مشکل شما برای مراجعه به جلسه درمان چی بوده، در ابتدا فکر کردم که شاید خب به هر حال مثل تمامی مشکلاتی رو که اکثر افراد در 5 سال اول زندگی در سال اول زندگی دارن به خاطر مشکلات با خانواده همسر یا بر اساس یک سری تفاوت‌های فرهنگی یا موضوعات مرتبط با زمانی رو که اقدام میخوام بکنن به بچه دار شدن به جلسه درمان اومده و تعارض‌هایی رو که ناشی از یک سری اختلاف‌های شخصیتی است. اما نکته جالب این که ایشون از تمام جنبه‌های زندگیش احساس رضایت داشت. همسری داشت که به لحاظ اخلاقی و رفتاری آداب ارتباط برقرار کردن رو با اون خانم خوب بلد بود. فضای رشد رو به اون خانم میداد و در جهت‌های مختلف بهش کمک میکرد که نقطه ضعف‌های خودش رو حل بکنه. اما وقتی که در مورد اون موضوع صحبت کرد دیدم که بر اساس سابقه‌ای رو که در جلسات درمان دارم میبینم خیلی از آدم‌های دیگه چنین مشکلاتی رو داشتن که با هم صحبت کردن و مطمئناً با خیلی از همکاران من. این خانم گفتن که با توجه به اینکه همه چیزها در زندگی عاطفیشون بسیار خوب هست، متاسفانه هنوز به لحاظ ذهنی و عاطفی درگیر رابطه عاطفی هستن که قبل از ازدواج داشتن و به دلایلی نتونستن اون ارتباط رو به سمت ازدواج ببرن و به ازدواج و به اون وصال نرسیده و با توجه به اینکه فکر میکردن با یک ازدواج مناسب حتی خانوادهشون میتونن اون رابطه عاشقانه و احساسی رو که در گذشته داشته رو حل و فصل بکنن، هنوز هم با یک ازدواج موفق در فکر فردی هستن که در گذشته بهش تعلقات احساسی و عاطفی دارن. خب حالا این که احساس عاشقانه چه تعریفی داره و ایشون واقعا آیا احساس عاشقانه رو در اون رابطه تجربه کرده یا نه موضوع بحث امروز ما نیست. اما خب ایشون اعتقاد به این داشتن که روند رابطه عاطفی و زناشوییشون داره به مرور زمان دچار مشکل میشه و ایشون داره بهش فشار میاد بابت این مسئله و با اینکه همه چیزها خوبه به قول معروف دلشون به این زندگی نیست و اون رضایت رو ندارن و یک احساس گناه بسیار شدید دارن بابت اینکه میدونن دارن به لحاظ ذهنی و عاطفی به همسرشون خیانت ذهنی میکنن. هیچ ارتباطی رو هم با نفر گذشتهش نداشته اما در فکرشون بود که شاید بتونه ارتباطی رو با به هر حال پارتنر سابقش برقرار بکنه و گویا در جلسات بهشون گفته بودن که بعضی از همکاران گفته بودن که حتما کار نیمه تمامت رو تمام بکن و اگر حرفی و گفتگویی اگر که داری به صورت ناتمام با اون شخصی که در گذشته هست انجام بده تا این موضوع تمام بشه. که خب با توجه به شرایطی رو که بحث ازدواج وجود داره من موافق این نظر نبودم. شاید در موقعیت‌های دیگه به عنوان یک تکنیک بسیار خوب مطرح میشد این مسئله. جدا از این موضوع همه افرادی رو که به جلسات درمان میان صرفاً افرادی نیستن که ازدواج کردن. خیلی از افراد هستن که وارد روابط عاطفی جدید نمیتونن بشن
و عنوان میکنن که چون در رابطه گذشتهشون و از بعد احساسی رو که به شخصی رو که در گذشته باش داشتن هنوز هم وابستگی دارن، احساس میکنن اون عشق رو با یک نفر دیگه نمیتونن تجربه کنن، یا گاهی اوقات احساس میکنن که شاید در آینده اصلا نتونن عاشق بشن. حالا جدا از این که مفهوم عاشق شدن مورد تایید من هست یا نه، شاید در ویدیوهای آینده در مورد بعضی از مؤلفه‌هایی که گاهی اوقات در فرهنگ ما به اشتباه معنا میشه با هم دیگه صحبت بکنیم. و خیلی از افراد با اینکه وارد روابط عاطفی میشن، باز هم در فکر فردی هستن که در گذشته ارتباطشون وجود داشته. شاید یکی از اشتباهات بسیار بزرگی رو که از اکثر افرادی رو که به لحاظ احساسی دچار آسیب میشن از روابط عاطفیشون به جلسه درمان من میشنوم اینه که به جلسه درمان میان و از مشاور میخوان که فردی رو که در گذشته ارتباطشون بوده رو فراموش کنن. یک اشتباه کاملا بارز که همه ما در ارتباط داریم و من قراره که امروز در مورد مسئله فقدان و سوگ با شما صحبت بکنم و به قول خدمت شما عرض شود که سوزان اندرسون اعتقادش به اینه که شما اگر سوگ رو زندگی نکنید و اگر سوگ رو برای خودتون حل و فصل نکنید و فکر کنید که میتونید با فراموشی و با جایگزین کردن یک نفر که در گذشته رابطه عاطفی شما جای اون فرد رو پر بکنه بتونید از سوگتون رهایی پیدا کنید، شما در نهایت به 3 مشکل بسیار بزرگ در آینده میخورید. اول اینکه هیچ وقت استعدادهای بالقوه شما رشد پیدا نمیکنه. دوم، الگوهای خود تخریبی شما رشد پیدا میکنه. و سوم، باید این رو اطمینان داشته باشید تا زمانی که شما زخمهای وابستگی، زخمهای دلبستگی رابطه گذشته خودتون رو حل نکرده باشید، وارد یک رابطه عاطفی موفق در آینده نخواهید بود. امروز قراره که در مورد بحث سوگ و فقدان با شما صحبت بکنم و اینکه چرا این موضوع اینقدر مهم هست. به این خاطر که خیلی از وقتا اگر از من بپرسن به عنوان یک درمانگر در طی بیش از 15 سال کار حرفه‌ای درمانی، اگر به من بگن که سخت‌ترین جلسات مشاوره من تو چه جلساتی گذشته، اطمینان داشته باشید به شما میگم جلساتی رو که در اون افراد با موضوع سوگ به من مراجعه کردن. من حتی به خیلی از مراجعینم میگم که حاضرم 100 ساعت جلسه زوج درمانی با بحث و تعارضات شدید رو مدیریت بکنم، اما 5 ساعت احساس ناراحتی و سوگی رو که افراد در جلسه درمان هستن رو نبینم، به خاطر اینکه یک رنج جانکاهی رو اونها تجربه میکنن. جدا از اینکه روابطشون درسته و روابطشون غلطه، اون احساس رنج و ناراحتی اونها برای من به عنوان درمانگر هم خیلی ناراحت کننده است. اما ما گاهی اوقات در فرهنگ خودمون یا در معانی شخصی خودمون مفهوم فقدان و مفهوم سوگ رو با همدیگه هم معنا به کار میبریم. اینا دو تا مؤلفه کاملا مرتبط با همدیگه هستن با یک تفاوت بسیار معنادار، به این صورت که فقدان همیشه میتونه در نهایت منجر به سوگ بشه، به این خاطر که فقدان تعریفش از دست دادن چیزی، موقعیت یا شخصی هست. حالا به هر دلیلی، اون شخص به دلیل جدایی باشه، به دلیل مرگی باشه، یا اینکه شما یک موقعیت شغلی و مالی رو از دست داده باشید، یا اینکه شما به دلیل بیماری دچار آسیب فیزیکی شده باشید. اینکه شما یک چیزی، یک موقعیتی، یک شخصی رو با هر دلیلی در زندگی از دست میدید، مفهوم فقدان پیدا میکنه. اما سوگ به چه معنیه؟ سوگ حالات عاطفی هست که شما نسبت به فقدان از دست دادن چیزی یا کسی تجربه میکنید. یعنی به این صورت که اگر قرار باشه که ما یک موقعیت، یک موضوعی رو که از دست میدیم رو تعریفی روش بذاریم، تعریف فقدان میذاریم. حالات، احساسات، هیجانات، تفکراتی رو که نسبت به از دست دادن اون مسئله تجربه میکنیم رو تحت عنوان سوگ معنا میکنیم. به این خاطر همیشه فقدان میتونه منجر به یک حالات عاطفی روانی به نام سوگ بشه و قراره که ما توی این ویدیو به شما کمک بکنیم که شما چطور میتونید از یک احساس اجتناب ناپذیر در روابط انسانی به نام سوگ به سمت شفا یا حل مشکلات سوگتون برید تا در آینده بتونید فرد موفقی باشید و ارتباطات جدیدتون رو شروع بکنید. خب، خدمت شما عرض شود که متاسفانه شاید
بیش از 30 الی 40% از جلساتی رو که بابت سوگ به هر حال من مدیریت میکنم در جلسات، شاید در مراحل اولیه با ناامیدی کامل همراه باشه، به خاطر اینکه خیلی از افرادی رو که با مسائل حل و فصل سوگ به جلسات درمان میان نمیتونن تاب بیارن احساسات ناخوشایندی رو که بابت جدایی باید با اون مواجه بشن و جلسات درمان رو ترک میکنن، اما بعد از یک مدت دوباره میان و شروع میکنن و این قطع و بسط باعث میشه که گاهی اوقات اونها به یک رابطه آسیب زننده و یا یک رابطه مثبتی رو که به هر دلیلی، حتی دلیل موقعیتی، خانوادگی، شرایطی، افراد نمیتونن به وصال برسن و نمیتونن به اون نقطه مشترک برسن، بارها و بارها به اون نقطه برگردن و بارها و بارها با مسئله سوگ روبرو بشن. قاعده اینه که اجتناب افراد بابت اینکه با مسئله سوگ نمیخوان روبرو بشن اینه که آسیب‌ها و صدمات و ضربه‌های که از سوگ برای اونها به وجود میاد هر دفعه سنگین‌تر و سخت‌تر خواهد بود. من همیشه میگم که اگر که ما همیشه از ترس هامون اجتناب بکنیم، ترس هامون در نهایت به یک بیماری منجر میشه. وقتی که ترس هامون رو در آغوش بگیریم و با اونها روبرو بشیم، در نهایت رشد شخصی اتفاق میفته. به این خاطر حل و فصل سوگ و گذر از مراحل سوگ مواجه شدن با ترس های ماست، مواجه شدن با اجتناب های ماست، مواجه شدن با تمامی احساسات و هیجان هایی که کیفیت های روانی انسانی داره و اجتناب ناپذیره. و اگر قرار باشه که ما بیایم و تمرکز بکنیم روی اینکه هر جور شده جلوش رو بگیریم، اطمینان داشته باشید که در نهایت اون اتفاقی رو که میتونه ظرف مدت زمان کوتاهی حل و فصل بشه با آسیب‌های بسیار زیاد در زمینه روان و جسم برای ما همراه خواهد بود. اما من جدا از نظرات شخصی و تجربیات شخصیم مقالات بسیار خوبی رو خوندم، بعضی‌ها رو نوت برداری کردم که برای شما بگم و شما به این نتیجه برسید که میشه گذر کرد از مرحله دلشکستگی، از مرحله سوگ به مرحله شفا و به مرحله آزادی و اینکه شما بتونید در آینده یک رابطه خوب و حالا در یک مسیر درست با یک آدم درست و با یک اصول درست دست پیدا کنید. خیلی از وقتها یکی از دلایلی رو که حالا جدا از بحث سختی و رنج ناشی از مواجه شدن با احساسات رو مراجعان میگن که خیلی این موضوع جانکاهه، خیلی تلخه، خیلی سخته، من باورم نمیشه، من نمیتونم، من احساس میکنم در آینده حالم خوب نخواهد شد، من احساس میکنم که هیچ کسی رو دوست نخواهم داشت و عوامل مختلف. میخوام به شما بگم اینها احساسات مشترک و گذرا برای همه آدم ها در حوزه موضوعات سوگ است. شاید یکی از جوابهای کاملا عمومی رو که من به خیلی از افرادی رو که با بحث سوگ پیش من میان میدم و وقتی میگن که ما اطمینان داریم که دیگه در آینده کسی رو پیدا نخواهیم کرد که به اندازه طرف مقابل ما رو دوست داشته باشه، و نکته جالب اینه که وقتی من بررسی میکنم میبینم هیچ چیز اون فرد و رابطه دوست داشتنی نیست. به مرور زمان وابستگی ها، دلبستگی ها و ترس ما از گذشتن از اون رابطه باعث میشه جنبه های منفی طرف مقابل رو نبینیم و جنبه های مثبت کوچیکی رو که در رابطه هست رو بزرگ نمایی کنیم و حتی اگر در یک رابطه مثبت هستیم و به هر دلیلی نمیتونیم به یک نقطه مشترک برسیم به خاطر محدودیتایی که وجود داره، پافشاری بیش از اندازه بکنیم و موانع رو نادیده بگیریم. موانع و مشکلاتی رو که اگر روزی به وصال برسه در آینده در جلسات زوج درمانی اونها رو خواهیم دید که در نهایت منجر به جدایی بعد از ازدواج خواهد شد. خیلی از وقتا من به دوستانی که میگن که ما حالمون خوب نخواهد شد و ما شخصی رو پیدا نخواهیم کرد که به اندازه طرف مقابل ما رو دوست داشته باشه و ما عشق و تجربه نخواهیم کرد، من قویاً این رو میگم علتش به این خاطره که شما در حال حاضر سوگتون رو حل نکردید. من به شما اطمینان میدم اگر مراحل سوگ رو درست پشت سر بذارید، به لحاظ احساسی، به لحاظ روحی و به لحاظ روانی، کاملا یک شخص سالم خواهید بود که انتخاب‌های سالمی خواهید داشت. این نکته خیلی مهمیه. اما قبل از اینکه بریم مراحل رو به شما بگم، چند تا نکته خیلی مهمه که تجربه شخصی منه. نگاه کنید دوستان، اگر اشتباهات ما
منجر به رشد بشه، اون اشتباهات ارزشمندیه، اشتباهاتیه که شما در آینده بابت اونها خودتون رو سرزنش نخواهید کرد. اما اگر اشتباهات شما مانع رشدتون بشه، به این صورت که اون اشتباه رو تکرار بکنید، مطمئن باشید که یک احساس پایداری مثل پشیمانی هیچ وقت دست از سر شما در زندگی بر نخواهد داشت و اطمینان داشته باشید بابت اشتباهی رو که کردید خودتون رو در آینده سرزنش خواهید کرد. نکنید دوستان، در نهایت با هر موضوعی امکان داره سوگ به وجود بیاد، ولی ما میخوایم در بحث امروزمون فقط سوگ از دست دادن رابطه عاطفی رو و جدایی مربوط به اون رو بررسی کنیم. موضوعات مرگ و موضوعات دیگه‌ای که به سوگ منجر میشه و فقدان منجر میشه، انشالله اگر که شما علاقمند بودید و کامنت به ما دادید و دوست داشتید این ویدیو رو، من سعی میکنم که در ویدیوهای بعدی در مورد بخش‌های دیگه‌ای که برای ما سوگ ایجاد میشم حتما صحبت بکنم، مطمئنا با موضوع مرتبط با از دست دادن عزیزانی رو که به دلیل مرگ از دست دادیم. اما اطمینان داشته باشید با هر موضوعی در زندگی شما اگر پیش بیاد مسئله سوگ اگر در یک مراحل درست پشت سر گذاشته بشه، منجر به بلوغ عاطفی میشه. اولین مسئله ای رو که قبل از اینکه من مراحل رو به شما بگم در مورد موضوع سوگ شما باید بدونید، به رسمیت شناختن مسئله سوگه. میدونید این یعنی چی؟ یعنی اینکه شما این مسئله رو بدونید و قبول بکنید که قرار هست یک مدت زمان مشخصی حال شما خوب نباشه و این یک مسئله عادیه. به لحاظ فعالیت هاتون، به لحاظ انرژی روانیتون، به لحاظ ارتباطات میان شخصیتون، به لحاظ نگرش امیدوارانتون در مورد زندگی، به لحاظ پیگیری کردن اهدافتون، به لحاظ موضوعات زیستیتون، یک مدت مشخص حالتون خوب نخواهد بود. این میشه به رسمیت شناختن سوگ. به همین خاطره که در علوم روانشناسی برای اسم دیگه اختلال سوگ افسردگی موقعیتی است. یعنی شما افسرده نیستید ولی تمام نشانه‌های افسردگی رو دارید، مثل عدم تمرکز، حساسیت، خشم، اعتماد به نفس پایین، اختلال در خواب، پرخوابی، کمخوابی، پرخوری، کمخوری، کاهش فعالیت‌های روزانه‌تون، کاهش انگیزتون، خستگی روانیتون، عصبانیت هاتون، عدم میل به روابط میان فردیتون و یه عده دیگه ای از افراد این افسردگی رو با رفتارهای بیش فعالانه میخوان حل و فصل کنن، با فرار کردن از سوگ، کار کردنهای بسیار زیاد، ارتباط گرفتنهای پی در پی، مسائل اعتیادهای موقت یا دائم به مسائل مربوط به سوء مصرف مواد یا الکل. در نهایت شما باید این فرایند رو با یک سرعت مناسب برید. به یاد دارم که یکی از دوستان و اساتید یک تعبیر خیلی خوب از سوگ داشت، لازم دونستم به شما بگم. میگفت که سوگ مثل یک کوره میمونه و اگر شما با یک سرعت مناسب از اون کوره خارج بشید، در نهایت به پختگی میرسید. اگر تو اون سوگ بمونید، انقدر چانه زنی بکنید و اون رو حل نکنید، در اون کوره خواهید سوخت. و اگر با روش‌های اشتباه مثل ازدواج، مثل ارتباطات جایگزین، من دیدم گاهی اوقات دوستان، همکاران، مخصوصا دوستانی که دور براتون هستن، میگن حالا از رابطه عاطفی اومدی بیرون، بیا فعلا برای اینکه سرت گرم بشه از اون حس و حال بیای بیرون، با یه نفر وارد ارتباط بشو. میان و به قول سوزان اندرسون فراتر از احساسشون عمل میکنن. به این میگن سری بیرون اومدن از سوگ. شما باید با یک سرعت ملایم سوگ رو تجربه کنید، سوگ رو زندگی کنید، یاد بگیرید که سوگ و احساسات مرتبط با اون بخشی از زندگیتونه. اون رو به عنوان یک تجربه روانی و تجربه در مسیر بالغ شدن خودتون ببینید، نه اینکه از اون فرار بکنید. بحث فراتر از احساس عمل کردن در کتاب رهایی از غم جدایی که برای سوزان اندرسونه، خصوصا برای افرادی خوبه که در رابطهشون دچار سوگ هستن و این سوگ رو به واسطه طرد شدن تجربه کردن. حالا به جای اینکه بیان احساس سوگ خودشون رو تجربه و حل بکنن، فراتر از اون عمل میکنن. مهمونی‌های مداوم، سفرهای مداوم، دوستی‌های مداوم، وارد ارتباطات به احساسی، عاطفی، جسمی، جنسی شدن، اینها فراتر از احساس شما احساس سوگتون رو حل نکردید و در نهایت میشید شبیه اون دوستی رو که به جلسه درمان اومده، ازدواج موفقی داره ولی همچنان در فکر رابطه‌ای هست در گذشته
که سعی کرده با ازدواج کردن و به قول خودش با یک ازدواج خوب کردن اون رو پشت سر بذاره. دقیقاً با آینده ارتباطی خودش و با یک نفر دیگه بازی کرده. به این خاطر با یک سرعت ملایم از اون ارتباط رد بشید. پس در نهایت سوگ منجر به بلوغ عاطفی شما میشه و اون رو به رسمیت بشناسید. خب بریم، ما یک سری مراحلی در مورد دوره سوگ وجود داره که به کرات من بسیار زیاد دیدم. تقسیم بندی های خودم رو در قالب تقسیم بندی های خدمت شما عرض شود که مقالات علمی در یک جا جمع آوری کردم و مرحله به مرحله به شما خواهم گفت. به شما میگم تو هر مرحله چه اتفاقاتی میفته و راه‌های مقابله شما چیه. اگر جدا از این ویدیو، حالا من کتابی رو مثل کتاب رهایی از غم جدایی رو معرفی کردم براتون، کتاب دلشکستگی آلن دوباتن، کتاب گای کورنو با عنوان عاشقی یعنی جدایی، کنار تمامی این مراحل و این ویدیو اگر کتاب‌هایی رو مطالعه بکنید و کمی صبور باشید و به رسمیت بشناسید که از حال بدتون در یک مدت زمان مشخص فرار نکنید، من به شما اطمینان میدم که شما بهتر از نسخه قبلی خودتون خواهید شد با تجربه بسیار خوب و از اشتباهات خودتون درس میگیرید. اما خیلی از افراد به خاطر کلافگی از احساس بد ناشی از سوگ دوباره به روابط قبلیشون برمیگردن و یا اینکه فرار میکنن از روابطشون. اما میخوام به شما بگم هیچ راه فراری وجود نداره. مراحلی رو که جزء مراحل 7گانه جدایی هست رو مرحله به مرحله به شما دوستان میگم و هر کدوم از این مراحل رو براتون توضیح میدم. مرحله اول مرحله امبیوالنس هست، مرحله دوسوگرایی. حالا اینکه دوسوگرایی چی هست ما با هم دیگه توضیحش رو خواهیم داشت. چه اتفاقاتی در ذهن شما خواهد افتاد، رفتارهای شما در مرحله دوسوگرایی چی خواهد بود و راهکارها چه خواهد بود. مرحله دوم که بسیار مرحله شایع و خیلی عمومی هست، مرحله انکار و شک خواهد بود. دوستان من بارها گفتم که این شغل ما شغل خیلی عجیبیه. یعنی اگه شما قراره که واقعا در این شغل حرفه‌ای عمل بکنید، جدا از حس رضایت بخشی رو که بابت کمک به دوستانتون دارید، حسای عجیبی رو هم از آدم‌ها تجربه میکنید. من در تمامی این سالها تجربیات تکرار شونده در مورد دو دسته از مراجعین دارم. یکیش در مورد زوجها و یکیش در مورد افرادی رو که در سوگ رابطه عاطفی هستن، حالا با هم میان و رابطه باید تموم بشه، یا اینکه شما میخواین کمک بکنید فرد رو از بازگشت به ارتباط اشتباهش در گذشته زندگیش رها بکنید، باز بداریش که اصلا وارد اون ارتباط نشه. اونم اینه که در نهایت یکی از زوجین با شما به عنوان تراپیست و درمانگر بد خواهد شد، چون اعتقاد به این پیدا میکنه که اگر شما حرف درستی رو هم میزنید برید ائتلاف میکنید با پارتنر یا با همسرش و بر علیه اون. و نکته جالب اینه که در ارتباطات سوگ هم فردی رو که اومده و ما بهش کمک میکنیم که از سوگ بیرون بیاد، این اعتقاد رو داره که ما اون رو درک نمیکنیم و احساساتش رو نمیفهمیم و شاید ما داریم زیاده گویی میکنیم یا خیلی بزرگ نمایی میکنیم و ما این که اجازه نمیدیم وارد ارتباط بشه. کما اینکه هنوز هم هنوزه بعد از سالهای متمادی که در حوزه درمان هستم، هنوز هم اعتقاد دارم که فاصله داریم. حتی فاصله خودم دارم با یک درمانگر حرفه‌ای شدن، به این خاطر که به قول آدام گرانت میگه که وقتی یک نفر به یک نقطه‌ای در زندگی رسید که گفت همه چیز رو بلدم، نقطه سقوطش از همون لحظه شروع میشه. بحث روان و بحث روانشناسی انتها نداره. شاید خود من در گذشته زمانی که خیلی مبتدی‌تر بودم در بحث مواجهه با سوگ، در بحث مشاوره سوگ خیلی اشتباه میکردم. در لحظه شاید دوست داشتم به فرد کمک بکنم و میگفتم که در همین لحظه تو باید مسائلت رو با اون و ارتباطت رو با اون آدم تموم بکنی. البته در الان هم بعد از اینکه تجربه دارم این اتفاق میفته، ولی در مورد اتفاقات و در مورد ارتباطاتی رو که میتونه صدمات جانی و روانی شدید داشته باشه فرد رو بیرون میکشم. اما
الان اعتقاد به این دارم که منعطفانه تر نگاه میکنم، یعنی گاهی اوقات به آدم ها اجازه میدم در یک مدت زمان مشخص با احساساتشون روبرو بشن، بهشون اجازه میدم خودشون به اون آمادگی برسن و وقتی به اون آمادگی رسیدن در کنارشون خواهم بود. ولی متاسفانه بعضی از افراد هیچ وقت به آمادگی نمیرسن، به این خاطر که الان میرسیم بعد از مرحله انکار و شوک به مرحله سوم، یعنی مرحله خشم و رنجش میرسن و مرحله چهارم مرحله چانه زنی و مذاکره است. مراجعین هیچ وقت به نقطه‌ای نمیرسن که از اون ارتباط بیرون بیان خیلیاشون، چون دائما با تراپیست خودشون، با منطق خودشون و با واقعیت ها چانه زنی میکنن که به اون ارتباط برگردن که الان براتون توضیح میدم. مرحله پنجم مرحله افسردگی و اندوه. اگر به یاد داشته باشید چند دقیقه قبل در صحبتام گفتم مهمترین نقطه شروع سوگ اینه که اون رو به رسمیت بشناسید. یعنی که شما یک مدت قرار هست حالتون خوب نباشه، اما در نهایت این سوگ که بعضیا میگن این سوگ لعنتی، این سوگ جانکاه و این که شما نمیفهمید در لحظه ما چه احساساتی رو داریم تجربه میکنیم، و من همیشه میگم در نهایت این سوگ به بلوغ عاطفی شما میرسه و شما نسخه بهتری پیدا خواهید کرد. اگر همین الان هم این ویدیو رو میبینید و هنوز درگیر 2 تا 4 تا بابت پایان دادن به یک رابطه‌ای هستید که میدونید در نهایت باید از اون ارتباط بیایید بیرون، این ویدیو رو برای خودتون جدی بگیرید، چون راهکار داره. به خاطر اینکه هر روزی رو که از دست میدید شما با چیزی به نام سلامت جسم و روانتون قمار میکنید و اگر براتون چنین قماری خیلی کوچیکه، حرفی نمیمونه، پیامدهای تصمیمات شما با خود شماست. یکی از تجربیات من به عنوان درمانگر پس از سالها اینه که به افراد میگم you choose you lose. وقتی چیزی رو انتخاب میکنی پیامدهاش هم به عهده خودته، یه چیزی رو از دست میدی و امیدوارم با انتخابت چیزی کمتر از اون چیزی که به دست میاری رو از دست بدی. این خیلی مهمه. یعنی وقتی ما انتخاب میکنیم چیزی که از دست میدیم باید خیلی خیلی جزئی تر از آن چیزی باشه که به دست میاریم. یعنی اگر شما سلامتیتون رو دارید در قبال یک رابطه اشتباه از دست میدید، به نظر من خیلی خیلی شاید انتخاب سنگینی برای شما در آینده باشه. پس مرحله اول دوسوگرایی بود، مرحله دوم انکار و شوک، مرحله سوم خشم و رنجش، مرحله چهارم چانه زنی و مذاکره، مرحله پنجم افسردگی و اندوه، مرحله ششم پذیرش و خطا و پذیرش و شفا و مرحله هفتم رشد و حرکت به سمت یک رودمپ جدید، یک لایف استایل جدید و به یک زندگی جدید با یک آگاهی جدید هست. این مراحلیه که همه ما به واقع تجربه میکنیم. اما بریم از اینجا شروع بکنیم که خیلی از وقتها در حوزه مشاوره به ما گفته میشه که شما احساسات ما رو درک نمیکنید. من از همون ابتدا هم خدمت شما گفتم این یک احساسی هست، یک مسئله‌ای هست که حداقل هر شخصی در زندگی یک بار اون رو تجربه کرده. پس تجربیات درمانگر و تراپیستتون جدا از تجربیات شما نیست و همه ما حداقل اگر این موضوع رو تجربه هم نکرده باشیم در معرض تجربیات منفی احساسی مراجعینمون در طی سالها قرار گرفتیم. شاید این جمله رو که من به شما بگم یه مقداری از بار شاید منفی شما رو کم بکنه که درک نمیشید. همه ما میدونیم که جدایی ها با هر معنی، با هر دلیلی میتونه ویرانگر بشه. در کلمه خودمونی میتونه ما رو به داغون بکنه، به این خاطر که ما نمیتونیم، اصلا خارج از تفکر ما بوده که ما دیروز، پریروز، هفته پیش، ماه پیش داشتیم با همدیگه قدم میزدیم در پارک، با همدیگه در مورد آینده زندگیمون صحبت میکردیم و به ناگاه با یه مشکلاتی که من اعتقاد ندارم یه دفعه به وجود میاد، همه آرزوها، همه تصویرها، همه چشماندازها و برنامه‌هایی رو که در مورد آینده داشتید از هم میپاشه. نکنید فقط فکر کردن به این که چقدر میتونه این مسئله دردناک باشه
عمق این که میتونه سوگ چقدر رنجش ایجاد بکنه رو به شما نشون میده. دقیقاً یک مقاله‌ای رو میخوندم از یک روانشناسی به نام دلیانو که عنوان میکنه و میگه که دقیقاً جدایی‌های عاطفی میتونه همون رنج و اندوهی رو ایجاد کنه که شما در زمانی رو که یک عزیزی رو به دلیل مرگ از دست داده باشید. یعنی همون اندوه، همون احساس ناخوشایندی رو که ما به دلیل از دست دادن یک نفر به دلیل مرگ تجربه میکنیم رو در مورد بحث جدایی‌های عاطفی هم تجربه میکنیم. یه توصیف خیلی جالبی در مورد بحث سوگ وجود داره، اینه که افرادی رو که این تجربه جدایی رو دارن انگار که روی یک ترن هوایی احساسی سوارن. یک روز غم دارن، یک روز اندوه دارن، یک روز خشم دارن، یک روز احساس تنهایی میکنن، یک روز احساس قدرت میکنن و احساس میکنن میتونن زندگیشون رو درست بکنن، یک روز احساس پشیمونی و اضطراب شدید میکنن که چرا اصلا از این ارتباط اومدن بیرون و آیا میتونن در آینده ارتباط دیگه ای رو داشته باشن یا نه. و این حالتهای احساسی بسیار زیاد اونها رو هی در مورد تصمیم گیری هاشون مردد میکنه، اونها رو عقب و جلو میکنه، دائما به لحاظ احساسی به اونها سیلی میزنه تا جایی رو که احساس میکنن توانایی این که بتونن از این مشکل خروج پیدا بکنن و خارج پیدا بکنن تقریبا نقطه صفره. اینجا جاییه که اگر شما میخواین رشد بکنید باید تاب بیارید و تو این احساسات بمونید و این همون نقطه‌ایه که خیلی از مراجعین جلسات درمان رو یا فرایندهای کمک خواهی رو پس میزنن، از دیگران کمک نمیگیرن، به بهبود حالشون کمک نمیکنن و اتفاقا شرایطی رو ایجاد میکنن که حال بدشون عمیق‌تر بشه، به این علت که به خودشون این کردیت رو بدن که به ارتباطی رو که از اون بیرون اومدن برگردن. به قول اریک برن یه نکته جالبی وجود داره که خصوصا در بحث مراجعینی رو که برای بحث سوگ به جلسات میان ما درمانگرا زیاد تجربه میکنیم بازی روانی که مراجعین ایجاد میکنن. در کتاب بازی ها اریک برن این رو گفته در بخشی رو که بازی های مراجعین با درمانگران هست. به جلسه درمان میان و میگن دکتر ما میدونیم که این رابطه خوبی نبوده اما دل من براش تنگ میشه، من شبها خوابشو میبینم، هر جایی میبینم به یادش میفتم، هیچ چیزی نمیتونم بخورم، سر کار نمیتونم برم، با وجود اون انگیزه داشتم، صبح از خواب بلند میشم انگیزه ندارم، حس مرگ دارم، دیگه نمیخوام وجود داشته باشم و احساس میکنم که شاید دیگه در زندگی نتونم به لحاظ عاطفی به یک نفر وابسته بشم، کمکم کن تا من دیگه احساسی نداشته باشم. بازی روانی از اینجا شروع میشه. وقتی تمام این مراحل رو براشون توضیح میدم همونجور که برای شما توضیح دادم و وقتی برای اولین بار میبینه که این موضوع داره حل میشه و امکان داره که دیگه بهانه‌ای برای بودن در اون ارتباط پیدا نکنه و برگشتن به ارتباط، بازیه آی دکتر شما درست میگید ولی رو انجام میده. میگم نگاه کن عزیز من، این مراحلشه، این تعریفشه، به این صورت شما میای، این مدت زمانشه و با این مطلب و با این مراحل موضوعاتتون حل میشه و عنوان میکنه آی دکتر شما درست میگید ولی، و از زمانی که مراجع میگه ولی میخواد خیلی محترمانه تمامی هر آنچه که شما قبل از ولی در شما تایید کرده رو رد کنه و در نهایت چند جلسه پیش شما بیاد و همین ولی ها رو ادامه بده، به این نتیجه برسه شما اون رو درک نمی کنید که دوباره برگرده به اون الگویی رو که همیشه داشته که برگشتن به ارتباط یا بودن در اون سوگ و ناراحتیه و به نوعی به این نتیجه برسه که هیچ کس به اون قرار نیست کمک بکنه. درک میکنم این موضوع رو. یک جمله خیلی زیبا شنیدم مدت‌ها پیش که شاید خود من رو خیلی تکون داد. میگفتن گاهی اوقات بعضی از آدم‌ها در جلسه درمان میان اما نمیخوان حالشون خوب شه. خیلی زیبا بود واقعا، فکر کردم بارها بهش و علت این که نمیخوان حالشون خوب بشه چون میدونن که رنج و درد آخرین حلقه‌ایه که اونها رو به اون چیزی که دوست داشتن و اون رو
از دست دادن وصل میکنه و جلسات درمان امکان داره اون رنج و درد رو براشون حل بکنه و اون پیوند بیمارگونه هم تموم بشه. و خب اینجاست که خیلی از مراجعین نمیخوان حالشون خوب بشه و فکر میکنن که مسئله سوگ و فقدان یک مسئله لاینحل، در صورتی که اینطور نیست. خیلی مختصر من براتون نوشتم که شما بدونید مراحل تمام جدایی، این 7 مرحله دقیقاً شبیه مراحل غم و اندوهه و این مراحل رو یه مختصر بهتون بگم که شما انتظار داشته باشید که این مراحل رو به این صورت پشت سر میذارید. مرحله اول مرحله دوسوگرایی بود. زمانهایی که یک روز کاملا ناامیدید، خشم دارید، اعتقاد دارید که این رابطه تمومه و از طرف مقابل متنفرید، ازش بدتون میاد و تمام جنبه‌های منفیش رو میبینید. یه روز دیگه کاملا دلتون تنگ میشه، بهش علاقمندید، احساس میکنید یک نقطه امیدی در ذهن شماست. اینم جالب، خالی از لطف نیست به شما بگم که اکثر مراجعین خدمت شما عرض شود که وقتی که با موضوع سوگ روبرو میشن یه جمله تکرار شونده عجیب میگن دکتر من یه چیزی در درون من به من میگه که اون آدم برمیگرده. نه عزیز من، مراقب باش که گاهی اوقات فکر آدم دوست آدم نیست. شما مراحل جدایی رو باید پشت سر بذاری و تو مرحله دوسوگرایی و چانه زنی ذهنت برای برگشت به اون ارتباط داره تو رو گول میزنه. هیچ صدایی از درون شنیده نمیشه. تازه اگر ماجیکال تینکینگ هم داشته باشیم، افکار جادویی، اصلا حساب بکنیم شما یک نیروی خارق‌العاده دارید، یه دفعه یه اتفاقی میفته، چیزی میخوره تو سر طرف مقابل و قدر شما رو میدونه. جالبه 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال شما رو ندیده، قدر شما رو ندونسته، یه دفعه بحث جدایی بعد از 1 ماه این اتفاق میفته و میخواد به رابطه با شما برگرده. واقعا چه چیزی تغییر پیدا کرده؟ رابطه‌ای که تو 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال فرد به این آگاهی نرسیده، تجدید نظر نکرده تو الگوهای فکریش، همیشه فکر کرده با یک نگاه حق به جانب که مشکلش تو این ارتباط نیست، یا خود شما بارها و بارها عیب‌ها و ایرادهای شخصی خودتون رو که بابت خراب شدن رابطه شده رو نادیده گرفتید. چی رو میخواید حل بکنید؟ خیلی از وقتا چه در روابط زناشویی چه در روابط عاطفی که به دلیل اختلافات سوگ اتفاق میفته و افراد یک مدتی از هم دیگه جدا میشن که تو فرهنگ ما خیلی رایجه دیگه، ما کلا وقت استراحت میدیم، یه مدتی از هم دیگه دور باشیم. این که وقتی این بحث تایم اوت دادنه، این بحث این که یک مدت از هم دیگه دور باشیم، فکرمون کار بکنه، تکرار میشه، یعنی رابطه در واقع تمام شده. شما دارید چونه میزنید، دارید انکار میکنید، واقعیت رو نادیده میگیرید و یادتون باشه با آسیب‌های بیشتر این اتفاق به زندگی شما برمیگرده. گاهی اوقات وقتی که 2 نفر از هم دیگه دور هستن و در دوسوگرایی هستن و اون حس درونی بهشون میگه اون برمیگرده، بعد از یه مدت با یه سری توافقات به هم دیگه برمیگردن، چه در روابط زناشویی، چه با پادرمیونی دوستان، با پادرمیونی اشتباه درمانگرا، با پادرمیونی اشتباه بزرگترها، حالا چه روابط ازدواج باشه چه رابطه عاطفی. خب یه مدت ابتدا این بحث توافق خوب جواب میده، یعنی اینکه ما هیچ وقت با بحث مذاکره با توافق مشکل نداریم، ولی بحث اینه که اون برگشت صرفا خیلی از وقتها ما میگیم استثناء هم وجود داره. حالا از این کلمه من وام نگیرید که فکر کنید الان رابطه شما در استثناء هستا، شما به کلیات رابطه نگاه کنید که اون برگشت به رابطه بر اساس توافق و بر اساس شاید مذاکره خیلی خوبه، ولی متاسفانه به دلیل عدم تغییر رفتار وقتی شما دوباره به نقطه‌ای برسید که بارها در ارتباطتون دچار مشکل شدید، چون شخصیت مشکل داره، چون عدم تناسب وجود داره، چون درمانی اتفاق نیفتاده، چون رفتارهای جدید یاد نگرفته، طرفین دوباره رفتارهای گذشته رو انجام میدن و شما باز تو همین نقطه‌ای رو که باید با احساس بدتون روبرو بشید به هر حال مواجه میشید و هر چقدر هم از زمان این احساسات و مواجه شدن با این احساسات ناخوشایند اجتناب کنید، دیگه افسردگی موقعیتی نخواهد بود. افسردگی موقعیتی یا سوگ یک مدت زمان داره، همونجور که به شما گفتم. اگر از اون مدت زمان بگذره شما دچار افسردگی های
به هر حال عمومی خواهی شد، افسردگی های ماژور خواهی شد و تمامی اون نشونه های افسردگی در شما پایدار خواهد بود و حالا شما با درمان افسردگی بکنید و امکان داره بازگشت به زندگیتون با مخاطره های بسیار زیاد و با زحمت های چند برابر همراه باشه. وقتی ما یه سوگ راحت رو نمیتونیم حل بکنیم، به نظرتون میتونیم حل و فصل بکنیم افسردگی رو که در تمام جنبه‌های زندگی فانکشن و عملکردمون رو از دست داده و از ما گرفته؟ باز هم میگم به چه قیمتی. و خیلی از وقتها پس اون بازگشت ما بعد از یه دوره‌ای که چانه زنی میکنیم و اون احساس در درونمون به ما میگه که برگرد، به خاطر دلتنگیه، به خاطر تغییر نیست، به خاطر نیست که طرف تغییر پیدا کرده من تغییر پیدا کردم. قراره چیزی عوض بشه؟ مگه رفتاری تغییر پیدا کرده؟ مگه تحلیلی اتفاق افتاده؟ مجموعه اتفاقات رو ببینید. پس در مرحله دوسوگرایی که مرحله اول است، به صورت مختصر شما دو مدل احساس رو خواهید داشت. یک روز احساس امیدواری و یک روز احساس خشم و دائما از خودتون این جمله رو میپرسید. اگر این جمله رو شما دارید بدونید شما تو مرحله دوسوگرایی هستید. آیا جدا شدن من از کسی رو که در ارتباط باش بودم کار درستی بوده؟ مرحله دوم به اختصار چی میشه؟ مرحله انکار و شوک. باور نمی‌کنیم این اتفاق افتاده. خیلی جالبه براتون الان میریم هر کدوم از این مراحل رو با جزئیات توضیح میدم که افراد از همدیگه جدا شدن ولی هر روز به همدیگه پیام میدن، حال همدیگه رو میپرسن و نگران حال همدیگه هن. این انکاره، چون هنوز باور نکردن که این اتفاق افتاده. مرحله سوم گفتم مرحله خشم و عصبانیت هست. دائما میگید که چطور جرأت کرد که با من چنین کاری بکنه، چطور تونست، چطور به خودش این حق رو داد که سر من و زندگیم این بلا رو بیاره. مرحله بعدی مرحله چانه زنی و مذاکره است که دائما دنبال راههایی هستیم که به اون ارتباط برگردیم. مثال فان و شوخی رو به شما بگم، دائما بعد از اینکه ارتباط تموم شده تماس میگیریم، فلان وسیله من پیشته، برای من میخوام اونو بیام بگیرم. طرف مقابل میگه برات میفرستم، میگه نه خودم میام میگیرم، یا میگه خودم برات میارم. یا اینکه دنبال راههایی هستیم که به خودمون ثابت بکنیم این بار دیگه متفاوته، این بار دیگه موضوعش فرق میکنه. آقای دکتر این بار ما دیگه فهمیدیم بدون هم دیگه نمیتونیم زندگی بکنیم، تغییر پیدا میکنیم. مرحله چانه زنی است. مرحله بعدی مرحله افسردگی و غم هست که به صورت اختصار و خلاصه شما این تفکر رو خواهید داشت: هیچ کس مثل اون من رو دوست نخواهد داشت و من شاید در آینده نتونم وارد رابطه بشم و با کسی دوست بشم. و من میگم شما در مرحله سوگید، اگر اینها رو بگذرونید مطمئنا شما میتونید وارد یک رابطه کارآمد بشید. قبل از این حالا مراحل بعدی رو بگم که من بگم که بزرگترین چالشی رو که تو جامعهمون دارم بحث خرد جمعیه. ما خیلی نماد پردازی داریم. یعنی من همیشه گفتم که ادعای آگاهی از ندونستن خیلی خطرناکتره. چون آدمی رو که میدونه نمیدونه شاید یه جایی امیدی داشته باشید که آگاهیش رو در خودش ایجاد کنه، ولی کسی که ادعای آگاهی داره اعتقاد داره هر چی که فکر میکنه درسته، پس هیچ وقت رشدی اتفاق نمیفته و متاسفانه هر کدوم ما رو محیطمون تاثیرگذاریم. مراقب ارتباطاتتون، مراقب تفکراتتون باشید، چون فقط روی زندگی شما تأثیر نداره. مرحله بعدی مرحله پذیرش و مرحله شفا هست که شما تمامی این مراحل رو پشت سر گذاشتید و این امیدواری رو دارید که خوب دارید میشید و از اون غم و اندوه اومدید بیرون. و مرحله بعدی رشد و حرکته، یعنی اینکه شما احساس خوشحالی دارید، میگید من ادامه میدم و میتونم یک مسیر کاملا جدید رو در زندگیم داشته باشم. خب مطالب زیاده و من دوست دارم همه رو به شما بگم در مورد بحث سوگ و فقدان. بریم متمرکز بشیم رو مرحله اول که مرحله دوسوگرایی هست که من به خلاصه به شما گفتم که تو این مرحله دائما این فکر رو میکنیم که آیا جدا شدن من کار درستی بود یا نه. من همیشه این دوره رو، حالا توصیفای جالبی هم داره دیگه، به بازی طناب کشی تعبیر میکنم، به این صورت که تو این مرحله بین منطق
و بین تفکر و عقلتون و احساس و عواطفتون یه تنابکشی بسیار شدیدی، یعنی یه جاهایی خدمت عرض شود، خدمت شما دوستان عرض شود که از یه طرفی منطق رو میبینیم و از یک طرفی احساس ما این اجازه رو نمیده که بتونیم بر اساس تصمیمات منطقی از این رابطه عبور بکنیم. خب کم آب بخورم، خیلی صحبت کردم، به قول معروف میگن یه تک بدون استراحت. امیدوارم که شما خسته نشده باشید. حالا یه بحثی رو همیشه زمانی که مدرس دانشگاه بودم من، یعنی معلم بودم، داشتم این که واقعا چه در تو جلسات این تعریف نیست، چه در حالا ویدیوهایی که میذارم، خیلی خودم وسواسگونه دوست دارم همه چیزها رو با جزئیات بگم که موضوعی ناقص نمونه. اما در خدمت شما عرض شود که مرحله دوسوگرایی برای همه ما چه فکرها و رفتارهایی امکان داره به وجود در ذهن ما بگذره. من یه سری یادداشت کردم جالبه بر اساس مقالات و بر اساس تجاربم از مراجعین. یکی از فکرهایی رو که خیلی زیاد امکان داره برای شما اتفاق بیفته، احساس بهت و تعجب مبنی بر این که آیا اصلا درست بوده که شما جدا شدید یا نه. که خیلی از وقتها امکان داره که متقاعد بشید جدایی بهترین تصمیمی بود که شما داشتید وقتی که این فکر میاد تو ذهنتون، یا اینکه آیا واقعا میتونست راههای جایگزین دیگه‌ای وجود داشته باشه. داریم میگیم که چه فکرهایی در مرحله دوسوگرایی به ذهنتون میاد. مرحله بعدی اینه که وقتی که شما در دوره سوگ هستید، سناریو مرحله بعدی که در فکر همه ما ایجاد میشه، اجرا و تصویرسازی همه سناریوهایی که میتونستیم داشته باشیم. تو این مرحله میگفتیم، یعنی دائما این مسئله رو تو ذهنمون تکرار میکردیم که اگر طرف مقابل تو اون موقعیت فلان کار رو میکرد، اگر من اون کار رو انجام میدادم، خب چی میشد؟ اگر فلان جا فلان شخص نمی اومد و در مورد مسائل ما دخالت نمی کرد، آیا ما با همدیگه بودیم؟ سناریوهای مختلفی رو در دوسوگرایی در ذهنمون مرور میکنیم. بدونید این عادیه، در مرحله دوسوگرایی چه فکرایی به ذهنتون میاد. مرحله بعدی تلنگرهای، اینا همه زیر مجموعه دوسوگرایی هست. ضربه زدن یا تلنگرهای عاطفیه، این کاملا عادیه که یک روز حال شما بسیار خوبه، آینده رو بدون طرف مقابل تصور میکنید، احساس قدرت میکنید، یک لحظه بعد تو دنیای و تو دریای دلتنگی غرق میشید و احساس میکنید که بدون اون نمیتونید زندگی کنید. تو این مرحله است که شما میرید عکس ها، فیلم ها، متن ها، هر داکیومنتی رو که از طرف مقابل دارید رو مرور بکنید و به نوعی هر چیزی رو که احساس میکنید داره از دست میره رو برای خودتون زنده نگه دارید. یعنی اون بخش هایی رو که در دسترس شماست. رابطه از دست رفته ولی عکساش رو نگه دارم، پیام هاش رو بخونم، جاهایی که ما هم دیگه خاطره داریم و اونجا رو اومدیم عکسی ازش داریم، داکیومنتی ازش داریم رو حفظ بکنم. اینا اتفاقاتیه که باعث میشه اگر تو همین مراحل بمونید سوگتون حل نشه، میشه جز اون دسته از افرادی رو که سوگ رو به عنوان بدترین تجربه زندگی قلمداد میکنن. ولی افرادی که ازش گذشتن سوگ رو و شکست عاطفی رو به عنوان بزرگترین تجربه زندگی ازش یاد میکنن. و آخرین چیزی رو که به لحاظ احساسی شما تجربه میکنید و فکری در مرحله دوسوگرایی، تجربه احساسات مختلف هست. از یه طرف خیلی احساس خوشایند دارید که رابطه تموم شده، دیگه کسی به شما گیر نمیده، کسی شما رو کنترل نمیکنه، کسی بابت ارتباطاتتون باید و نباید نمیگه. از یه طرف این احساس رو دارید که نمیخواید تنها باشید، نمیخواید مجرد باشید، از یه طرفی احساس دلتنگی میکنید و از یه طرفی هم به شدت از دست اون عصبانی هستید. تمامی این موضوعات که الان به لحاظ فکری به شما دوستان گفتم در مرحله اول، یعنی دوسوگرایی
شما تجربه میکنید. وقتی اینا یک تجربیات عمومی هست پس چیز بسیار عجیبی نیست. اما چه راهکارهایی به عنوان راهکارهای مقابله وجود داره برای اینکه بتونید مرحله دوسوگرایی رو با تمامی این احساسات و فکرهایی رو که به شما گفتم که زیر مجموعه‌اش هست رو برای خودتون حل و فصل کنید. اولی کاری که شما به عنوان راهکار باید انجام بدید اینه که من به شما در ابتدای ویدیو هم گفتم به رسمیت بشناسید سوگتون رو. به عنوان یک راهکار مقابله در مرحله دوسوگرایی اول احساسات خودتون رو بپذیرید. یعنی چی؟ به خاطر داشته باشید که کاملا عادیه که شما کاملا پارادوکس داشته باشید، تعارض داشته باشید، احساسات متضاد رو تجربه بکنید. به خودتون اجازه بدید که احساسات متضاد رو در لحظه تجربه بکنید، بپذیرید و اجازه بروز بهش بدید. فکر نکنید دیوونه شدید و فکر نکنید که این حالت مانا خواهد بود. پس اجازه چیه؟ بروز بهش بدید و حتی اگر میتونید با کسی در موردش، حالا فرد مورد اطمینان، تراپیستتون، یک دوستی رو که رابطه بسیار تو هم با اعتماد باش دارید، در مورد احساساتتون و احساسات متناقضتون در اون لحظه باش صحبت بکنید. دومین راهکار و استراتژی مقابله برای افکاری که در مرحله اول دوسوگرایی به وجود میاد صادق بودن با خودتونه. خب یکی از موضوعات خیلی مهم اینه که بیایید و مرور بکنید، صادق باشید بابت اینکه شما به لحاظ نیازها، به لحاظ خواسته ها و به لحاظ حالا هر آنچه که به عنوان فاکتورهای مورد نیاز در یک رابطه سالم هست از یک رابطه درست چی میخواید و آیا ارتباط شما این فاکتورها، این نیازها، این خواسته های شما رو برآورده کرده؟ اگر که به این صورت به خواسته ها و نیازهاتون نگاه بکنید، برای اولین بار در زمانی رو که در رابطه نیستید خودتون، نیازهاتون و احساساتتون در اولویته. اگر که به خودتون دیدید که در مورد تمامی احساسات و نیازهایی که در رابطه براتون برآورده نمیشد و شما در اولویت نبودید، دارید دروغ میگید، اطمینان داشته باشید که شما از تغییر کردن میترسید. پس یکی از کارها اینه که حالا که این اتفاق افتاده، حالا که این فصل به وجود اومده، حالا که این فاصله اتفاق افتاده، مرور کنید. آیا نیازها، خواسته هاتون، آیا فاکتورهایی رو که برای یک رابطه سالم از نظر شما نیاز هست و اولویت بودن شما در ارتباطتون با اون شخص اتفاق افتاده؟ اگر با خودتون رو راست نیستی، باید به شما بگم که شما از تغییر میترسید. به قول خانم دیلیانو حرف جالبی میزنه، میگه که شما تو این مرحله باید با خودتون صادق باشید و حقیقت رابطه رو و حقیقت وجودی خودتون رو کشف بکنید. مرحله بعدی اینه که شما یک چکلیست از مزایا و معایب جدا شدنتون و جدا نشدنتون داشته باشید. این کار رو سریع انجام بدید. آلن دوباتن یک کتاب بسیار خوب داره که من پیشنهاد میکنم همه افراد در مشاوره پیش از ازدواج اون رو بخونن، تحت عنوان چرا با آدم عوضی ازدواج میکنیم، که حالا میتونه منظور و قصد نویسنده آدم اشتباه باشه. خیلی چیز جالبی رو آلن دوباتن میگه که خیلی از وقتها مغز ما تبحر بسیار خاصی برای کامل کردن تکالیف معیوب داره. یعنی مغز ما به صورت اتوماتیکوار میاد نقطه ضعف هایی رو که میبینیم رو به بهانه احساسات و عواطفی رو که نسبت به اون موضوع داریم کامل میکنه و میگه زمانی که بحث ازدواج و رابطه عاطفی پیش میاد، این قابلیت منفی مغز ما برای ما گرون تموم میشه. خب قاعده اینه که زودتر این کار رو انجام بدید، چون هر چقدر زمان به سوگتون بخوره و شما از مراحل سوگ نگذرید، این قابلیت منفی مغز میاد بالا و شما دیگه ویژگی های منفی و جنبه های منفی رابطه رو نمیبینید و کلا یک رابطه میشه رابطه مثبت. یکی دیگه از کارهایی رو که میتونید به عنوان استراتژی و راهبرد بیرون اومدن از
سوگ داشته باشید و مرحله دو سوگرایی اینه که یک مراسم حالا یک مراسم آیینی برای غم و اندوه خودتون در نظر بگیرید. خب این شاید به شما کمک بکنه در برون ریزی احساسات منفی که دارید، به شما کمک بکنه که با احساساتتون روبرو بشید و برای اولین بار به شما کمک بکنه که این بحث دوسوگرایی احساسی رو به یک سمت ببرید و باور بکنید که این رابطه تموم شده و شما با ابراز کردن اون احساس و اون احساس ناراحتی شاید به نوعی تخلیه عاطفی هیجانی بشید و در مسیر بهبود قرار بگیرید. شاید براتون سوال باشه که این که من به شما گفتم یه مراسم، یه آیین غم و اندوه در نظر بگیرید، واقعا میتونه به تخلیه هیجانی عاطفی ما کمک بکنه و آیا میتونه ما رو از دوگانگی بیرون بیاره؟ به واقع میخوام به شما بگم یه بخش اساسی و اصلی از فشار ناشی از سوگ توی جلسات مشاوره شخصی من تو همین مرحله انجام میشه. وقتی که مراجعین میپرسن به صورت ابتدایی ما چه کاری باید انجام بدیم، قبلا ها میگفتم بلا فاصله این کار رو انجام بدید، ولی الان اعتقاد به این دارم که باید یه فرصتی بهشون بدم. ازشون میپرسم که باشه من یک سری کار از تو میخوام به عنوان یک مراسم که تو از یک حالت دوگانگی بیای بیرون و بریم در پروسه ای رو که بدونیم مرحله دوم سوگمون شروع شده، چون مرحله اول دو سوگرایی بود و مرحله بعدی مرحله انکار و شوکه که بتونیم بریم درمان رو در مرحله انکار و شوک با منابع و پکیج ها و کتاب ها پیش ببریم. میگم ولی خب انجام این کار میتونه همین امروز باشه و میتونه یک زمانبندی مشخص و معین در زمان کوتاه تو برای من مشخص بکنی و به مراجعم میگم فقط به من بگو کی پایان این هفته زمان مناسبیه که این مراسم رو داشته باشی و میگه باید چی کار بکنم. از این مراسم و این آیین برای غم و اندوه به خاطر اینه که شما یک استراتژی داشته باشید که از دوگانگی بیرون بیایید. مرحله اولش رو بهش میگم که هر چیزی که باعث تداعی یا اسوسییشن فردیه که در گذشته ارتباطی باید هست بشه. و برای من جالبه در تمامی منابع علمی که مرتبط با سوگ هست عنوان میشه که شما هر چیزی که باعث اسوسییشن تداعیه باید هست بشه، پیام، عکس، فیلم، هر چیزی که اون فرد رو به یاد شما میاره. ولی خیلی از افراد وقتی که رابطهشون تموم میشه فکر میکنن وقتی رابطه عاطفیشون تموم شد هنوز یه سری تعهدها به پارتنر گذشته یا اکس سابقشون دارن، یا هنوز باید بهش کمک بکنن، یا هنوز باید بهش جواب بدن که حالا انشالله چون این ویدیویی هست که مراحل بعدی هم داره و طولانی میشه، ترجیح میدم از مرحله 2 تا مرحله 7 رو در یک ویدیو دیگه به شما بگم و توضیحات کامل با استراتژی و راهکارهایی رو که به شما کمک بکنه و در نهایت یک نتیجه گیری با باز تعریف شاید مراحل به صورت خلاصه و معرفی کتاب که بتونه به شما کمک بکنه و به شما اطمینان میدم این ویدیو رو ببینید و ویدیو بعدی در مورد مراحل سوگ که درست انجامش بدید شما یک بخش اعظمی از سوگتون رو حل کردید. این مراسم بار اولیه شاید حس و حال دوسوگرایی شما رو حل میکنه. بعد از این مرحله یه آرامش نسبی شاید با یه مدت زمان کوتاه برای شما به وجود بیاد که بلافاصله مراحل بعدی رو بریم. پس همه تداعی ها رو در اون مراسم، عواملی که باعث تداعی شده رو حذف باید بکنید. دوم، از تمامی شبکه‌های اجتماعی که اون فرد رو دارید باید بیرون بیایید. اصلا لازم نیست داشته باشید. خیلی جالبه برای من ما در ارتباطات عاطفیمون احترامای میان فردی رو رعایت نمی‌کنیم. با الفاظ نامناسب همدیگر رو خطاب می‌کنیم. وربال ابیوز داریم. ولی وقتی که به پای قطع ارتباط میشه تبدیل میشیم به افراد مبادی آدابی رو که اصلا عادت نداریم طرف مقابل رو از فضای مجازی ریموو کنیم و نداشته باشیمش. خیلی جالبه. من این تناقض ها انشالله که من رو در آینده به دیوانگی نرسونه و انشالله هم که نمیرسونه، به خاطر اینکه جلسات رو من دیدم افراد به هم برچسب میزنن، برچسب های کاملا سخیف و خیلی زشت، کنترلگری میکنن، مانع پیشرفتن، توهین میکنن، زد و خورد دارن. حالا نمیخوام سیاه ببینم، یا به هم دیگه اهمیت نمیدن. ولی زمانی که در جلسه درمان میان تبدیل میشن به یک سری آدم‌های کاملا روشنفکر
که میگن ما این قدرت رو داریم که اگر هم طرف مقابل رو چک هم بکنیم به رابطه برنگردیم. شما دارید به چانه زنی خودتون و به دوسوگرایی خودتون زمان میدید. شما دارید به ترس خودتون زمان میدید. با من چونه نمیزنید. با خودتون و با بهبودی خودتون چونه میزنید. گفتم you choose you lose. اگر که چنین انتخابی دارید پیامدش هم به عهده خودتونه و از تمام شبکه‌های مجازی باید ریموو بشه. به هیچ بهانه‌ای از هیچ کانالی و از هیچ مجرایی نباید شبکه‌های مجازی دیده بشه. یکی از کارهای خیلی عجیبی که ما میکنیم، رابطه تموم شده، استوری ها و استاتوس های اون فرد رو میبینیم، فعالیت های روزمره فرد رو لایک میکنیم، اعلام حضور میکنید، رابطه تموم شده ولی میگید ما هنوز حضور داریم. یا اینکه خودمون شروع میکنیم تا قبل از این یک آدم منفعل بودیم، از روزمره زندگیمون روایت تهیه میکنیم و در فضای مجازی استوری میکنیم که من بدون تو بسیار عالی هستم. شما اگر عالی هستید نیاز به نشر و بازنشر این موضوع وجود نداره. حال خوب یک مقیاس درونی داره. واقعا حالتون خوبه، نیاز به تایید بیرونی وجود نداره. یا شروع میکنیم به محتوای خیلی رنجش آور که در طرف مقابل احساس گناه ایجاد کنیم که حالمون خوب نیست. اجتناب کنید در مرحله آیینی و در اون مراسمی رو که برای غم و اندوه دارید اینها رو باید حذف کنید. مرحله بعدی بخشیدن، دور ریختن یا پک کردن هر آنچه که به عنوان هدایا به شما داده شده. فقط من میخوام که تمامی آنچه که باعث اسوسییشن میشه یک مدت در شما اونها رو چک نکنید که مرور بکنید، بقایای رابطه ای رو که از دست رفته رو همچنان در زندگیتون داشته باشید. نکته بعدی، ارتباطاتتون رو با دوستان مشترکی که از طرف اون آدم هستن حذف بکنید یا روابطتون رو باز تعریف بکنید. چون این بحث خدمت شما عرض شود که گاسیپ و این پشت سر صحبت کردن و خبر آوردن و خبر بردن و اینها زیاد اتفاق میفته. همین افرادی رو که به عنوان افراد مشترک هستن یک مجرایی برای چانه زنی و برگردوندن شما به ارتباط و دوسوگرایی بیشترتون حذف بکنید. یه جایی نیاز به فکر کردن نیست، نیاز به عمل کردن هست. یکی دیگه از کارهایی رو که میتونید انجام بدید تکنیک فردریک پرز هست. در این مراسم برای اینکه این چانه زنی رو با خودتون و این دوسوگرایی رو با خودتون تمام بکنید، یک صندلی خالی جلوتون میذارید و تمامی احساسات مثبت و منفی ناگفته‌ای رو که به قول خودمون رو دلتون مونده، تو گلوتون مونده، در ذهنتون مونده رو به اون صندلی خالی میگید. مرحله بعدی اینه که روی فلش کارت هایی مقرر در روزهای زوج ویژگی‌های مثبت فرد رو می‌نویسید و با یک ویژگی منفی تموم می‌کنید اون فلش کارت رو و روزهای فرد هر تعداد فلش کارتی رو که روزهای زوج نوشتید رو می‌خونید، پاره می‌کنید، می‌ریزید دور. این مثالی که دارم به شما میزنم عیناً از مقاله علمی دیلیانو هست. اینکه شما یک بخشی از احساساتتون رو با خوندن و پاره کردن از ذهنتون تخلیه می‌کنید. و جزء این مراسم اینه که شما ارتباطاتتون رو با دوستان همجنستون باید زیاد بکنید که تجربیات مثبت خوب داشته باشید. به هیچ عنوان وارد ارتباطات جدید یا راهکارهای مقابله منفی نباشید که فرار کنید از بحث سوگتون و اینکه به هیچ عنوان به تماس‌ها و به پیام‌های آدمی رو که در گذشته‌تون پاسخ ندید و خودتون هم هیچ بهانه‌ای پذیرفته شده نیست که باش دوباره در ارتباط باشید. این کارها رو اگر انجام بدید و یکی دیگه از کارها هر چیزی که محتوای تداعی داره از موزیکایی رو که گوش میکنید و سعی کنید که اونها رو یه مدت کنار بذارید و سعی کنید تا جایی که امکان براتون داره از موقعیت‌هایی رو که با اون آدم تجارب مشترک دارید یک مدت زمان تا زمانی رو که منابع مقابله‌ای یعنی تجربتون، حال خوبتون و گذشتن از مرحله سوگ براتون اتفاق میفته اجتناب کنید. ما نمیخوایم شما همه دنیا رو رستریکت یا محدود کنید و فکر بکنید یک سوگی اتفاق افتاده و شما آدم قبلی نخواهید بود. یک مدت زمان کوتاه از خودتون باید مراقبت بکنید. ما مراحل دوم رو ما تونستیم حالا جدا از تمام چیزهایی که براتون توضیح دادم در مراحل 7 گانه سوگی رو که همه ما پشت سر میذاریم تا به مرحله شفا برسیم، فقط مرحله اول که مرحله دوسوگرایی بوده، فکرایی که تو ذهنمون بوده و استراتژی هایی رو که میتونه این الگوهای ذهنی ما رو که باعث دوسوگرایی میشه رو حل و فصل بکنه به شما دوستان بگم و انشالله در ویدیو دوم قرار از مرحله دوم تا مرحله 7 که
از مرحله انکار و مرحله شوک که مرحله دوم هست به مرحله حرکت به سمت باز تعریف یک مسیر جدید در آینده هست، هم به شما فکرهاتون رو و اشتباهاتتون رو در هر مرحله بگم و هم یک سری استراتژی هایی رو به شما بگم و راهکارهایی رو که مرحله 2 تا مرحله 7 رو هم با موفقیت پشت سر بذاری و تبدیل بشید به بهترین نسخه ای رو که تا به امروز در زندگی میتونستید بهش تبدیل بشید و از خودتون اون رو دریغ کردید. امیدوارم که اطلاعات ویدیو اول به دردتون خورده باشه و راهکار براتون ایجاد کرده باشه در جهت بهبود حالتون و بهتون توصیه میکنم که ویدیو دوم ما رو هم ببینید، سابسکرایب بکنید و امیدوارم که این آموزش ها در جهت بهبود شرایط کلی زندگیتون بهتون کمک بکنه. امیدوارم که همیشه خوب